دوست گلم به کانال خودت خوش اومدی. امروز میخوایم کنار هم یک کباب تابعی ترکیبی درست بکنیم که بهت قول میدم طعمش هم تو رو هم مهمون تو هم خانوادت رو چقدر هم گفتم شگفت زده میکنه. فوق العاده است، فوق العاده. یه دستورالعمل خیلی ساده داره. سینه مرغ میخوایم، گوشت چرخ کرده میخوایم، پیاز برای تمدار کردن گوشت چرخ کرده ما میخوایم. دیگه چی از این راحت تر؟ بریم ما هم درستش کنیم. 300 گرم گوشت چرخ کرده. حالا یه پیاز رو رنده درشت کن، آبش هم نگیر. کار خیلی راحت کردم برات. آشپزی امروزمون یه آشپزی کاملا آسون اما مجلسیه. طعم فوق‌العاده‌ای هم داره. مطمئنم که خوشت میاد. تا آخر ویدیو همراه من باش. نصف قاشق چایخوری نمک، 1/3 قاشق چایخوری فلفل سیاه. همین کافیشه. حالا حسابی ورزش بدید تا کاملا با همدیگه ترکیب بشن. حالا روی گوشتتون رو با سلفون کیسه فریزر بکشید و بذارید داخل یخچال 2 ساعت استراحت بکنه. برای مرغ این قسمت ما یه دونه سینه کامل احتیاج داریم، یعنی دو طرفش احتیاج داریم. لطفاً به برش مرغ ها دقت کنید. خب ابتدا سینه مرغ به همین شکل که می‌بینید جداش کنید. حالا قسمت بالا رو قبضه کنید و به 2 قسمت تقسیمش کنید. ما احتیاج داریم برش‌های نواری یا برش‌های طولی. ببینید به همین شکل. این برش رو احتیاج داریم برای سینه مرغمون. قسمت دومی رو که من قبضه کرده بودم رو هم به این شکل دوباره نازکش میکنم و اون هم برش‌های نواری یا هم برش‌های طولی میدم. نحوه جدا کردن سینه از استخوان رو ببینید به همین شکل. یه چاک این ور سینه بندازید، یه چاک هم این ور سینه بندازید. به راحتی جدا میشه. اینم سینه ما. اینم به همون شکل دوباره ببینید برش میگردونم. حالا این بخش رو جدا میکنم ازش، بعد قبضش میکنم و برش های طولی. حالا مرغ‌ها رو داخل یه ظرف می‌ریزم. ابتدا بهش زعفران اضافه میکنم. من 2 قاشق غذاخوری زعفران اضافه کردم. حالا حسابی با هم مخلوطشون میکنم تا رنگ زعفران کاملا به روی مرغم بشینه. حالا توی این مرحله 1 قاشق چایخوری نمک، 1/2 قاشق چایخوری فلفل قرمز و 1 قاشق چایخوری پودر تخم گشنیز. حالا همه رو با هم ترکیب میکنم تا حسابی طعم به جون مرغم بره. حالا برای کاورش یا پوششش مقداری روغن هود 4-5 قاشق غذاخوری دوباره مخلوط میکنم تا کاملا روغن روی مرغام بشینه. حالا روشو بکشید و داخل یخچال حداقل 2 ساعت استراحت بدید، اما استراحت 6 تا 8 ساعت فوق العاده است. خیلی خوب، هم مرغمون استراحت کرد هم گوشتمون استراحت کرد. گوجه فرنگی هم احتیاج داریم، یه تابع چدن یا تابع نچسب و اینطور رژیم 2 دره هم میشه استفاده کرد. و یه مقدار آب که باهاش دستمون خیس کنیم تا به گوشتامون فرم بدیم. یکی از مرغایی که نواری برش زدیم رو برمی‌داریمش به این شکل. خب حالا یه تیکه از گوشت چرخ کرده رو به شکل توپ کوچیک در بیاریمش. گوشت میذاریم وسط. بذار من اینجا سطحش رو خیس کنم که گوشتم نچسبه. خب حالا به همین شکل اینو میپیچیم دورش و از این محلی که این برمیگرده اینجا به این شکل سیخمون رو وارد گوشت میکنیم. به همین شکل. خب میریم سراغ بقیه‌اش.
توی این فاصله که دارید جوجهاتون رو به سیخ میگیرید، کبابتون آماده میکنید، تابتون هم بذارید رو گاز که کاملا داغ بشه. حتما دقت داشته باشید کاملا تابه داغ باید باشه. شما میتونید کاملا بدون روغن بپزیدش، اما برای اینکه خدای نکرده احیانا نچسبه، به اندازه نصف قاشق همینقدر کافیه. روغن روی سطحش بریزید. حالا شاپو رو بردارید و دیگه بهش دست نزنید. حدوداً 3 تا 4 دقیقه زمان میبره تا اون طرفش کاملا خودش رو بگیره و بپزه. خیلی میخواید بالا پایینش بکنید اتفاقی که بچسبه جدا شه یا پاره بشه وجود داره، پس فعلا بهش دیگه دست نمیزنید تا کاملا این طرفش بپزه. دوستای گلم، من چون تصمیم دارم توی این کانال با شما صادق باشم، متاسفانه چدنی من چون خیلی وقت داره کار میکنه دیگه اون خاصیتش از دست داده و بهش میچسبه. و همین خاطر تصمیم گرفتم داخل این گوجه ها رو بذارم بپزه و ظرفش رو عوض کردم. داخل این تابه های رژیمی هستن، داخل اینا ادامه پختم رو انجام میدم. خب بچه‌ها ببینید تقریبا 7 دقیقه گذشته و ببینید اینجا دیدی بعد از عروسی‌ها میری هم جوجه کباب میدن هم کوبیده میدن، دقیقا همون بوده و مطمئنم مزه‌ش هم همون مزه خواهد بود. من یاد عروسی‌ها میندازه. برای پخت بهتر می‌خواید چیکار کنید؟ بیا جلو. طرفینش رو هم به این شکل، حتی همه رو با هم بذارید اون مقدار که احتیاج داره بپزه و بعد در نهایت به این شکل کنار هم بذاریدشون اینجوری. هر 4 طرفش قشنگ سرخ کنید. دوست گلم، آموزش آشپزی امروزمون هم کباب تابعی مخصوصمون هم به آخر رسید. اگه خوشت اومد، اگه نظر خاصی داری برام کامنت کن، لایک فراموش نشه. من به دوستات معرفی بکن تا آموزش بعد. دوستت دارم. خداحافظ.